دیاربک امینجانوف پسری دلنازک کریمov و آوازخوان معروف تاجیکی طی تقریبا 3 ماه اخیر از بیماری سرطان رنج می‌برد، شب 31 دکبر سال 2017 در یک شفاخانه شهر دهلی هندوستان درگذشت. او را برای طبابت و جراحی از بیمارستان شهر بیشکک قرقیزستان به هندوستان برده بودند. دلنازک کریمov روز 1 ینوری سال 2018 در یک پیام در صفحه فیسبوک نوشت که دل پسرش دیگر نتوانست داروهای کیمیاوی را برداشت کند. این آوازخوان معروف تاجیک از همه آنهایی که روزهای اخیر برای طبابت پسرش یاری کردند سپاسگزاری نموده، اما از آن تأسف خورده است که نتوانستند او را نجات بدهند. او نوشت: از برادرم زینالدین کریمov خواهش دارم که با مبلغ‌های برای نجات فرزندم جمع شده به نیازمندان دیگری کمک کنند. در همین حال شاعره رحیم جان رئیس مرکز پرودوسری شاعره و یکی از سازماندهنده‌های کنسرت خیریه برای نجات دیاربک امینجانوف گفت بعد از شنیدن خبر مرگ دیاربک برگزاری کنسرت را لغو کردند. به قول شاعره رحیم جان، آنها تبلیغ برگزاری کنسرت را که قرار بود روز 6 ینور در تالار فیلارمونی شهر دوشنبه برگزار شود قطع کرده آمادند مبلغ چیفته ها را برگردانند. اما شاعره رحیم جان افزود آنها اینچنین وریانت های دیگر را نیز بررسی دارند و اگر صاحبان بلیط ها راضی باشند مبلغ را به صورت حسابی کودکان بیمار و یا شخصان احتیاجمند میگذرانند.